آیفون 17 خریدم. خب سامسونگ نخیر دیگه خوشحالی. 200 میلیون پول آیفون دارم. با 100 میلیون هم امکانات درام. ها بده چه بهت گفتم کجا؟ با من آنتنم میپره. ای بابا خب چرا آیفون میخره؟ زوم 100 رو نگاه. فقط زوم برات مهمه تلسکوپ میخوای. زوم شیائومی رو نگاه کن. شکر داداش خیلی مخلص. داداش بذار آیفون جیبت هم ببینه. تو بذار جیبت کسی نبینه. از خدا اصلا باشه ببینه. بیا واتساپ تصویری، بیا واتساپ تصویری. اخی فیس تایم نداری؟ تو قیافه نداری، سیم کارت هم نداری. ما قیافه تو رو داشتم چسب می‌زدم رو دوربین جلوم. برام چه؟ اشکان تو رو خدایی کارت به کارت واسه من می‌کنی. خودت به چی می‌کنی؟ همراه بانک هم کار نمی‌کنی. تو زالی جیب خالی می‌خواستی آیفون خود. ای بابا تو چرا در درصد نیستی؟ بابا آنتنم پریده بود دوباره. مگه تو نمیدونی انتخاب من چه تخفیفایی گذاشته؟ تو برای خانت کالای دیجیتال نمی‌خواستی؟ هنوزم می‌خوام. فروشگاه لوازم زندگی انتخاب من از 4 تا 10 آذر تا 80% تخفیف گذاشتن روی لوازمشون. من الان اونقدر پول نقد ندارم. شرایط اقساطی دارن تا 24 ماه بدون پیش پرداخت. واخه بریم. یا اثبات می‌کنی؟ از گندگوزیات کم کن گوشیت ریجستر کن. ما خواست آیفون نخری. حالا چی ازت کم میشه؟ آقا شاید یه چیزا کم. بابا خب بذار دیگه. بابا شمال می‌خوایم بریم بیا فقط اینا رو بذار توش. تو شارژر؟ آره دیگه آیفون هم ما دیگه. سامسونگمو یه بار شارژ کنم تا آخر شمال بس. مگه گوشی اصلا نیاز به شارژ هم داره؟ باز شیائومی حرف زد. رابط کاربری فقط آیفون. یه بار یارو تو دیروز میگه رابط کاربری رابطه احساسی بین دو تا سیم رابط حالا بریم آدم رفته. یا برا بابا. اینگه بابا. هی سیری کال بابا. تو یک سیری دیگه این کارو بکن تو آخه میتونی هلو رو بنویسی که هی سیری گوشت صدا کنی. تو چه حساب تو 200 میلیون پول رفتی با آیفون این دادی؟ چیزا رو تا حالا ببخشید گوشیتون آیفون 17 بله حتما معلوم میام امکاناتو توضیح میدم خدمت. پس برای همین آیفون میخرن.